What's up, beautiful world? This is Parangeles, and today we're going to talk about Persian people. Persians never shut up about being Persians. Take me for example. So I'll do this video in Farsi. ولی واسه بینندگان عزیز که فارسی نمیفهمن نگران نباشین، واسهتون زیرنویسی انگلیسی میذارم. کنجکاویتون رو بعداً برطرف میکنم. نفر اول، وطن پرستا. آقا این آدم خیلی ایول داره. با سور ایران بیدار میشه و با لالای ویگن میره میخوابه و تو این چند سال اخیر عاشق رنگ سبز شده. این آدما هی برمیگردن به تاریخ ایران، حالا از کوروش بزرگ تا بابک خرمدین، حافظ، صادق هدایت، قیصر و مشقاسم و دوستعلی خان و اسدالله میرزا. دروغ چرا تا قبر پنداری مثل دود رفت بالا. بچه‌های وطن پرست از اینایی که میشستن شبا مامان باباشون سریال ایرانی نگاه میکردن، فیلم‌های قدیمی ایرانی نگاه میکردن، صمد، حسن کچل، همه اینا رو نگاه میکردن و با هر کسی که برخورد میکنن، حالا چه ایرانی باشه یا ایرانی نباشه، اصرار میکنن که راجع به کشور قشنگمون تعریف بکنن. خیلی بچه‌های باحالین. تز میدن میگن ایران یعنی حافظ، سعدی، کوروش بزرگ، هایده، گوگوش، نوروز و ای ایران ای مرز پرگوهر. خیلی باحالن. مملیا، آدمای مملیا خیلی بانمکن. زد بازی چی میگفت اون آهنگش؟ من مایک خوبی مملی. اصلا نمیخوان ایرانی باشن، یعنی حتی اگه هم شده اسمشون رو این ور اون وری میکنن. محمد رضا میشه مملی، رامین میشه راجر، شبنم میشه سارا، سامان میشه سم، فرید میشه مایکل جوردن، عبدالله میشه لیدی گاگا. اگه کسی هم ازشون بپرسه شما کجایین، به هیچ عنوان نمیگن ایرانیان، چون داستان این ور اون ور میکنن ولی آخرش هم میگن یا ایتالیاییان یا اسپانیاییان، حتی هم اگه بشه میگن مال سومالیان. اصلا نمیخوان ایرانی باشن، اصلا دوست نداره. ولی کی فیلش یاد هندوستون میکنه؟ اگه گفتی موقع غذا خوردن. من خیلی از اینا دیدم که یه بند خارجی حرف میزنن ولی که تا برسیم به رستوران ایرانیه خیلی شیک و مجلسه‌ای به اون لهجهشون میگن ببخشید سپیکینگ فارسی برام یه جوری سخته، ولی یه کباب سلطانی میخوام با گوجه و سماق، یه دوغم بذاری لطفاً و آخرشم اگه زیاد زحمتی نباشه چایی با نوخامه‌ای، نوکرتم. اینا تز میدن میگن ایران یعنی فقط چلو کباب و قرمه سبزی. ایرانی خارجی ها خیلی نازن، یا به قول خودشون خیلی کیوتن. اونا که کیوترن اونایی که با لهجه حرف میزنن. سلام، حال شما خوب هستش؟ از ویدیوی یوتیوبم خوشت میاد؟ این آدما خارج ایران بزرگ شدن ولی توی یه خانواده که دوست داشتن فرهنگ ایران نگه دارن بزرگ شدن و زندگی کردن و همین دیگه. اگه خیلی با نمک و خوردنی و شیرین و جیگری باشن، بچه بودن رفتن سر کلاس ایرانی نمره 20 هم گرفتن تو اون کلاسا. سلام دوستان عزیز، خیلی افتخار میکنن که همه بدونن که اینا ایرانیان. خوراک طرف فروهره و کوروش بزرگ. اگرم پیش خدمتتون هست که خیلی همشون این کارو میکنن. تتوشون یا یه فروهره یا هرچی که مینویسن با خط میخی مینویسن. ایران خارجیان دیگه. تز میدن میگن ایران فقط یعنی کلاه قرمزی، زدبازی، PMC، قلیون، برج میلاد و کره رو برنجم یادت نره. دافا. من تا امروز نفهمیدم چرا همچین اسمی گذاشته واسه همچین آدما. آقا من با سریال سیمپسون بزرگ شدم و همون موقع کسی بهم میگه دافا نگاه کن، من هی به اون یارو آبش انگلیشون یادم میفته. دافا ایرانی تریپ خاص خودشونو دارن، حالا چه توی ایران باشن یا بیرون ایران. اگه دقت کنی همشون یه شکل و ادا دارن، همشون هم یه جور حرف میزنن، یه جورم تکست میدن، یه جورم استاتوس مینویسن، همشون یه جورن. موی پف کرده، پوست برنزه و آرایش تا دلت بخواد. در واقع همشون هم یه سری آدمای دل شکسته هستن که میخوان با چیزای مختلف دلاشون رو پر بکنن. دادا واقعیت عاشق آرایش زیاد کردنن و لباسای تنگ بپوشن که یه جاهاشون نشون بده که فقط پسر بلا دوست دارن. عرض که همشون هم یه جور حرف میزنن که دقت کرده باشی. مثلا اینجوری حرف میزنن تو زیر پات بنزه، تو چجوری نمیتونی پول غذا رو بدی ها؟ آخه سرم خیلی درد داره، پاشی لیوان آب واسه من بیاره.
میکنی شماره‌مو میخواد. حالا قول میدم اگه یکیشون داره این الان نگاه میکنه الان برگرده میگه اصلا به اون چه، اصلا خودشو نگاه کن، اصلا لباساشو موهاش که اصلا مش نکرده، اصلا آرایش هم انگار نه انگار، اعصابم خورد میکنه تو لامصب. باش با اینکه اینا درست نیست باش، ولی بدون که تمام دنیا داره به تو میخنده و من تازه دارم داغ میشم. تور بینمون که نیست وقتی مثل توپ تنیس میپرم از پاریس ونیس. اینا تز میدم میگن ایران فقط یعنی بهترین جای دنیا واسه عمل بینی، جزیره کیش و خیابونه جردن و اندرزگو. رسیدیم به آخرین تیکه ویدیو و به تعارفیا. این آدم محترم فقط اهل تعارفه، در هر شرایط تو هر موقعیتی همیشه تعارف میکنه، خیلی هم تو روانه. من قبول دارم اصلا تعارف نسل ما ایران اصلا تو تاریخ ما همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، ولی اینا خیلی دیگه تو روانه همیشه میخوان تعارف کنن، اصلا آدمم خورد میکنن. خدا نکنه تو یه موقع بیفتی پشتش و این هی میخواد پشتش کنه میگه آقا ببخشید آقا ببخشید آقا راحتی میخوای صندلی ببرم عقب ببرم جلو، چجوری تو راحتی؟ بعد تو هی تو باید اون عقب باشینی و من پاهاتم داره له میشه چون که از بس که صندلی میبره عقب جلو عقب جلو عقب جلو عقب جلو، تو باید بگی خواهش میکنم گل پشت رو نداره، گل پشت رو نداره که بهتم غذا میدن که بترکی یا نتونی اصلا راه بری، خداحافظی هم ازت میکنن یه ساعت طول میکشه، حالا تو تلفن باشه دم خونهشون و هی میگن خداحافظ 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 سلام اینا، بعد تو میمونی میگی آقا اگه من قرار بود الان برم و نه یه ساعت پیش چه نمیدونی تو خونه اونجا راحت نشستی رو مبل میشستیم حرف میزنیم، چرا حتما باید بیرون حرف بزنیم؟ آقا من دیوونه میشم با این آدما. اوکی. حتی اگه توی فیسبوک خدا نکنه اگه باش دعوا کنی حتی میاد کامنت های تو هم لک میزنه، بچه طفل معصوم با ادب دیگه. حالا شاید بعضی بگم خب مگه چیه آدمی که خیلی تعارف میکنه مگه چشه، در رو واسط باز میکنه اون آخرین تیکه تعدیق هم بهت میده کلا بهت احترام میذاره مگه چیه، ولی اگه آدم میخواد با زبونمون گاز گرفتم، ولی اگه آدم میخواد با یه آدم تعارفی برخورد کنه تو باید مثل خودش بشی، هیچ جوری دیگه نمیشه. حالا اون تعدیق سرد میشه کسی هم نمیخوردش، یارو پشت صندوق پولشو نمیگیره، هر دوتا گلوتون هم خشک میشه و سلام، همه چی یه حدی داریم دیگه بابا. خستم کردم به خدا. این آدم ها تز میدن میگن ایران فقط یعنی و شما بفرمایید خواهش میکنم غلامم شما بگین بفرمایید گل پشت رو نداره، دادا نوکرم غلامتم خاکی زیر پاتم اون فرش ابریشمی خونتونم داغونتم خرابتم خرتم چراغتون انباری تاریکتم داشی باتری مردی اون گوشیتم روغن اون کاماروتم وزوس. باشه بچه ها همه دختر پسرها خانم آقایون آدمای محترم فارسی زبان یا اصلا کلا فارسی نمیفهمین خیلی هم که ویدیو رو تماشا کردین که خوشتون اومده باشه و یادتون باشه تا دفعه بعد one world one love peace. چیزی تو چشمه با هم یک صدا ایران 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 I'm so Persian.